یادتونه بهتون گفتم این موشعلی رزومه‌اش قبل 57 چی بوده، بیاریم بهمون بگیم. قائمش کردین نگفتیم، ولی ما رفتیم گشتیم پیداش کردیم. باور نداری؟ عکسشو نگاه. ببین دیز قراق کله کیوی عقب جلو نامعلوم، به خاطر همینه میگم بنده نافتون رو با دروغ بریدن ها. کلا کارتون با فتوشاپ راه میفته نه؟ عکس اصلی آقا زمان انقلاب این بود، کل ریشاش سیاه ولی عکسش شما استفاده کردی گوشی فتوشاپ کردی اینه که ریشای آقا اینجا سفیده و زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. اما عکس اصلی اینها اینه. حالا هم کدوم پوفیوزین کسی میدونه این کیه؟ و درس مهم این ویدیو، عکس حضرت آقا فتوشاپ بود ولی عکس یاسمین و یوگا و اینا واقعیه ها.